رفقا سلام، بهزاد ویات هستم با آموزش برنامه نویسی وب از 0 تا 100 در خدمتتون. همچنان توی پلیلیست مقدمات یا پیش نیازهای ریاکت جی اس هستیم. گفتیم یکی از مباحثی که خیلی توی ریاکت استفاده میشه ویژگی های جدیدیه که توی ES6 اضافه شده. ES6 نسخه استاندارد سازی شده جاوا اسکریپت که سال 2015 معرفی شد. یه سری قابلیت های جدید برای جاوا اسکریپت داخلش اضافه شد که به شدت توی ریاکت داره استفاده میشه. بهتره در موردشون بدونیم. بریم یه مرور کنیم ببینیم چیا رو توی جلسات پیش یاد گرفتیم. خب اول از همه در مورد این فهمیدیم که کلاس ها، همین کلمه کلیدی کلاس توی نسخه 2015 به بعد معرفی شده. قبل از این فانکشن هامون رو میتونستیم داخلش با استفاده از کلمه کلیدی دیس بیایم تبدیلش کنیم عملا به یه نوع شی که میتونست ازش نمونه گرفته بشه. مثلا بنویسیم نیو اسم اون فانکشنمون و یه نسخه ازش، یه شی ازش بسازیم. کلمه کلیدی کلاس توی نسخه ES6 به بعد اضافه شده. گفتیم کلاس ها میتونن ارث‌بری داشته باشن با استفاده از کلمه کلیدی extends و بعد اسم هر شیئی که، هر کلاسی که دوست داریم ازش ارث ببره. وقتی این کلاس فرزندمون از یه والد ارث میبره، تمام ویژگی ها و متد هایی که توی والد وجود داره برای فرزند هم اضافه میشه. حالا یه نکته وجود داره، ما هر کدوم از این کلاس هامون جداگانه کانستراکتور دارن. وقتی از تست یه نمونه میسازم، یعنی مثلا می‌نویسم A مساوی با نیو تست، این اینستانشیت کردن از کلاس تست باعث میشه کانستراکتور تست فراخوانی بشه. کانستراکتور کار کجا حالا قراره استفاده بشه، چجوری فراخوانی بشه؟ میتونم توی شیء فرزند هر جایی که خواستم بیام با استفاده از کلمه کلیدی سوپر و حالا اگر ورودی برای کانستراکتور والد وجود داشته باشه براش ارسال میکنم. این نوع نوشتن کانستراکتور والد این فرزند رو فراخوانی. ارو فانکشن ها بودن، گفتیم میشه فانکشن ها رو این شکلی تعریف کرد. بگیم مثلا شبیه به تعریف متغیر، بیایم با یک انتصاب ساده اسم تابعمون رو می‌نویسیم، بعد از این شکل ارو فانکشن استفاده میکنیم. اول یه پرانتز ورودی ها یا پارامترهایی که به عنوان ورودی دریافت میکنه رو در نظر میگیریم، بعد یه ارو یعنی علامت مساوی، علامت بزرگتر، و بعد از اون حالا میتونیم توی آکولات هر چند خط کدی که نیاز داره تابعمون بنویسیم، یا اگر فقط یک خط باشه میتونیم بدون آکولات هم اینو ایجادش کنیم. یه تفاوت مهم وجود داره توی ارو فانکشن با فانکشن های معمولی، اونم سندرشونه. یعنی شیئی که این تابع ارو فانکشن داخلش تعریف شده همیشه به عنوان دیس داخلش قابل شناسایی. یعنی من توی تابع ارو فانکشن اگر دیس بنویسم داره به شیئی اشاره میکنه که تابع اون داخلش تعریف شد. اما توی فانکشن معمولی یا متد معمولی اگر بیام این تابع رو از بیرون صدا بزنم، مثلا بیام بنویسم document add event listener کلیک، این تابع رو صدا بزن، یعنی اگر روی document کلیک شد تابع هلو که توی شیء تست وجود داره رو فراخوانی کن. دیسی که اینجا بنویسم عملا به داکیومنت اشاره میکنه، به شیئی که این تابع فراخوانی کرده، نه شیئی که این تابع داخلش تعریف شده. این هم تفاوت ارو فانکشن با فانکشن های معمولی بود و اومدیم یه فانکشن مپ، متد مپ از آرایه ها رو هم بررسی کردیم که میتونه به ترتیب هر کدوم از این آیتم های موجود توی یه آرایه رو دریافت کنه، بفرسته به یه تابع، حالا با قاعده همون ارو فانکشن نوشته میشه معمولا، و یه کاری روش انجام بده. معمولا برای اینکه بیاد یه قالب بندی بکنه، تگ هایی دور این مطلب بذاره. مثلا میخوایم اینا رو توی بین تگ های پی نمایش بده. توی ریاکت زیاد استفاده میشه. خب حالا دو تا ویژگی دیگه.
دی استراکچرینگ و اسپرد اپراتور. اسپرد اپراتور قبلا ازش استفاده کردم توی میز. مثلا دیدین من یه تابعی داشتم، مثلا الان ادو می‌نویسم، اینجا اومدم 3 تا نقطه گذاشتم، یه اسپی نوشتم، مثلا OPS operators. بعد حالا مثلا اینجا یه کاری داره انجام میده، وقت فراخوانی کردن، زمانی که میخوایم این تابع فراخوانی کنیم، میتونم اینجا هر تعداد که خواستم ورودی براش بفرستم. چه اتفاقی میفته؟ تمام ورودی هایی که اینجا داره ارسال میشه توی یه آرایه به اسم OPS ذخیره میشه با استفاده از این عملگر اسپرد. حالا یه نمونه ازش، مثلا همین اد، میام اینجا یه متغیر به اسم سام تعریف میکنم مساوی با 0 و یه فور براش می‌نویسم. میگم این تا کجا ادامه پیدا کنه؟ تا طول OPS. هر بار هم اینجا بیاد بنویسه سام پلاس مساوی با این OPS مون با اندیس ایندکس یا همون آی. خب حالا میام بیرون این حلقه ریترنش میکنم، ریترن سام. ببینیم تابعمون حالا چه کاری داره انجام میده، اجراش کنیم. اینجا من تابع اد رو حالا میتونم با هر تعداد ورودی که میخوام بفرستم. مثلا بدون ورودی بفرستم 0، هیچی ندادم جمع کنه. هر چند تا ورودی بخوام میتونم براش اضافه کنم، مثلا 1 2 3 4 5 6، همین که اینجا هست. هر چند تا اینجا بنویسی همه رو با هم جمع میکنه، خروجیشو بدید. مثلا اینجا این شکلی هم میتونم بنویسم، بگم A مساوی با 1 2 3، B مساوی با 4 5 6. الان اگه بخوام بگم C بشه مجموع اعضای A و B، یعنی اینا رو با هم دیگه جمع نکنه ها، C بشه 1 2 3 4 5 6، همه اینا توی آرای C باشه. اگر بیام بنویسم A مساوی با B، C مساوی با A به اضافه B، عملا رشته اول، آرای اولمون رو تبدیل میکنه به رشته، هرچی توش هست به هم میچسبونه، و دومی رو هم رشته، این دوتا رو به هم میچسبونه، یه رشته بهمون تبدیل میده. ولی میتونم اینجوری بنویسم، بگم C خودش یه آرایه باشه که تمام اعضای A و تمام اعضای B هم داخلش باشن. مثلا اینجا میتونستم اینجوری بنویسم، بگم تمام اعضای A و مثلا یه 3-14 و تمام اعضای B. ببین به راحتی بهش هر چیزی میتونستم اضافه کنم. همین کار رو برای اشیا هم میشه انجام داد. یعنی اگر بگم A مساوی با این شکلی، این یه شیء، یه شیء که داخلش یه اتریبیوت، یه صفت داره به اسم نیم، داخلش هم نوشتیم علی. B هم مساوی با مثلا فامیلی و علی پور. حالا C بخواد این دوتا رو با هم داشته باشه، کافیه بنویسم C این شکلی با عملگر اسپرد هر دوتا رو براش اضافه کنم، سیمون میشه این دوتا با هم. دی استراکچرینگ چیه؟ میشه برعکس این کار. مثلا من یه تابعی دارم به اسم مسیج. مسیج رو چجوری تعریف کنم؟ میام یه ارو فانکشن می‌نویسم، مسیج مساوی با اینجا مثلا توی یه آرایه میگم نیم، توی یه شی نیم و فامیلی بگیره از ورودی. حالا این نیم و فامیلی رو بفرسته توی تابعمون، آلرت کنه. چه شکلی آلرت کنه؟ بگه نیم رو اول اضافه کن، بعد یه فاصله، بعد فامیلی رو اضافه کن، بعد دوباره یه فاصله، مثلا ول کن.
مثلا welcome میتونستیم اولش بنویسیم، بگیم welcome name اول. حالا این شد از تابعمون. اگر من الان این شکلی بیام بنویسم مثلا من یه شیئی دارم به اسم سی که نیم و فامیلی داخلش هست، اینو میام اینجوری به مسیج ارسال میکنم، مثلا مسیج سی. ببین اون نیم و فامیلی که بهش دادیم و از توی این شی برداشت ریخت توی این دوتا و اینجا نمایشش داد. دیگه من اینجا نیومدم بنویسم آلرت مثلا، این شکلی هم میشد انجامش داد. قدیمیش میشه این شکلی بدون دی استراکچری، میشه این که بیام اینجا به جای این پرانتز یه شی واقعا دریافت کنم، بعد بنویسم C نقطه نیم و C نقطه فامیلی رو نمایش بدیم. این قاعده قبلیش بود، ولی الان با دی استراکچرینگ دیگه اون نیم و فامیلی و خودکار از داخل شی بر میداره، اینجا نمایششون میده، دیگه C نقطه ها رو براش اضافه نکرد. همین کار رو برای آرایه ها هم میشه کرد دیگه. مثلا می‌نویسم A، ببینم کدومی که از آرایه هامون هست، مثلا می‌نویسم A مساوی با 1 2 3. حالا میتونم اینجا بیام بنویسم A و B و C، که البته خب A چون اسم آرایه‌مون هست نذارم، بنویسم B و C و D مساوی با A. حالا چه اتفاقی افتاد؟ به ترتیب 1 رو برداشت توی B ریخت، 2 رو برداشت توی C و 3 هم توی D. حالا من هر کدوم از اینا رو اگر جداگانه صدا بزنم میبینی که اون مقدار از توش برداشته. اینو میشه مثلا توی توابع اینجوری استفاده کرد. مثلا بگم خروجی تابع ما الان سام، بیایم این شکلیش کنیم، مثلا سام مولتیپلای ضرب میدونم تقسیم و منها سابترکت. حالا اینا رو به ترتیب دارم در نظر میگیرم. مقدار مولتیپلایمون چون داره ضرب میشه از 1 شروع بشه، تقسیممون فعلا اینم مثلا از 1 شروع بشه، منهامون هم دوباره از 0 شروع بشه. حالا بیام 4 تا حلقه بذارم. اولی سام و پلاس مساوی میکنه، دومی مثلا ساب و منها مساوی کنه، بعدی مولتیپلای رو ضرب در مساوی کنه و بعدی هم دیواید رو تقسیم در مساوی. حالا من میتونم بیام این سام و ساب و دیواید و مولتیپلای رو در قالب یه آرایه بفرستم به خروجی، ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا اینجا من می‌نویسم اد توی پرانتز 1 2 3 4 5 6. ببین خروجیاش چیه؟ 21 منفی 21 یه عدد اعشاری 720. حالا میتونم اینو این شکلی هم دریافتش کنم. بیام بنویسم مثلا به ترتیب A و B، حالا میتونم اسمشون رو بنویسم دیگه، add sub div و multiple. فعلا من A و B و C می‌نویسم، A B C و D. اینو از تابع add دریافت کن. مثلا بگیم منفی 5 6 منفی 10 15. حالا ببین اون A و B و C و جداگانه هر کدوم رو داریم. میتونم این شکلی بیام بنویسم A الان چی شد جمعشونه، B چی شد تفریقشون و الی آخر.
معمولا این شکلی استفاده میکنیم توی ریاکت، توابعمون و خروجی هاشو بخوایم در قالب یه سری متغیر دریافت کنیم. یه کار دیگه هم میتونستم بکنم، میتونستم این شکلی بنویسم، بگم چون تابعمون اده A رو بگیر و بقیه رو other. حالا چه اتفاقی میفته؟ A رو دارم توی other، بقیهشون رو دارم. پس این هم از دیسترکچرینگ و اسپرد اپریتور. یه ماژول مونده و ترنری اپریتورز که اینا توی جلسه بعدی میگم، و ES6 رو فعلا میذاریم کنار، میریم سراغ مفاهیم دیگه ای که وجود داره برای ریاکت. J6 رو بررسی میکنیم، یه سری Node.js رو بررسی میکنیم که عملا پکیج منیجر ریاکت و امثال اینها، که تا راه اندازی اولیه ریاکت برسیم، بعد بریم سراغ طراحی با ریاکت توی پلیلیست بعدی. امیدوارم لذت برده باشید. خدا نگهدار.